البته قابل تذکر است که ما یکی از خواهران مریض را در یکی از شفاخانه های کابل پیدا کردیم که 3 سال می شود در یکی از شفاخانه های کابل بدون سرپرست، بدون پرستار به سر می برد. متاسفانه شوهرش و فامیلش او را در یکی از شبها 3 سال پیش در پشت شفاخانه رها کردن و رفتن و متاسفانه که فعلا ضرورت عشد به کمک های حوالیه داشت که الحمدلله ما کوشش کردیم که اما مساعدت های نسبی و یا دفتنی را برایشان برسانیم که شما مصاحبه یکی از سرپرستارها را شما انشالله مشاهده میکنید. خود دکتر بی کمک که بر ما کردین با مبلغ 3,500 روپیه این کمک کردین سابق بر ما خود شفاخانه یا یک دکتر ما سرطبیب ما به نام عبدالهادی صدیقی کمک میکرد. ماهانه 1,000 پال فعلا ماشا بند است نمیتونست حالش نمیشه. ما خود ما این مصرف شد سرمی 4-5 نفر کارگر بود دیگه. نال شما که کمک بر ما کردین بسیار زیاد تشکر میکنم. کسی که در آلمان است، هر کسی که کمک کرده بسیار زیاد تشکر ازش خواهش میکنیم که همیشه ما را کمک کنه. مبلغ 3,500 افغانی برای همین مریض ما فلج است که نیشت میتونه و نیخسته، فقط کل چیزش در جای است. کل چیزش در جای 3 سال شده که نمی کدی ما هست و ما خود ما نمی کمکش کردیم. سرجان شما میشوییم، سرجان شما میشویه، پامپر بش میزنی، پامپر بش میخری، نون برش میخری. 3 سال شده که بر ما آمده. اینه میدی که برای جان ما انداخته. دولت با ما چی نکرده. 3 سال شده خیر از دولت غیر یک دفعه دیگه ما چیز دیگه برای زندگی برام از خود ریاست ما